سلام میکنم به شما نازنینان و دوستان خوب و مهربونم. سمیرا هستم و سلامی گرم میکنم از پورتلند همیشه سرسبز و خنک و زیبا. حدود 2 هفته هستش که از ایران برگشتم و به خاطر اینکه توی کامنت های بسیار گرم و صمیمیتون داشتم که دوست داشتین منو زمانی که به امریکا هم میام فالو بکنین، چند تا سوال ازم کرده بودین در رابطه با محل زندگیم، یه سری سوال راجع به اینکه آیا خودم هندی هستم یا همسرم هندی هست، آیا بچه دارم یا نه. گفتم که اینجا این ولاگ رو براتون پر کنم، به سوالاتون جواب داده باشم، چون زمانی که در ایران بودم من بعد از 1 ماه تلفنم رو نتونستم دیگه استفاده کنم، بنابراین اکانت خودم رو نداشتم. از یکی از دوستانم سلفون گرفته بودم که با اون کار میکردم، بنابراین نتونستم جواب خیلی از کامنت های شما عزیزان رو بدم. عذرخواهی میکنم همینجا از شما. بعد حالا که اینجا اومدم بهتر دیدم که از اینجا با شما سلامی داشته باشم. قبل از اینکه به ایران بیام من خودم یه در واقع کانالی داشتم به نام معجزه های سمیرا که یه دونم بیشتر توش ولاگ پر نکردم. هدفم از باز کردن این کانال این بودش که با مردم ارتباط برقرار کنم و در واقع هدف اصلی کانال این بودش که علاوه بر ارتباط برقرار کردن راجع به رخدادهای خوب زندگیشون که به نوعی میشه بهش بگیم معجزه، راجع به اونها با هم صحبت بکنیم و اونها رو با بقیه دوستان شیر بکنیم در واقع. که بعد آمدنم به ایران شد و رفتم پیش افی بانوی نازنین که البته ایشون رو دورا دور میشناختم، همدیگر رو میشناختیم، با فیستایم با هم صحبت کرده بودیم، اما اولین بار بودش که همدیگر رو از نزدیک میدیدیم و در واقع میتونم بگم این یکی دیگه از معجزه های خوب زندگی من بود که با این خانم بسیار نازنین و دوست داشتنی و خوشقلب و خانوادهشون آشنا شدم. زمانی که توی ایران بودم خیلی خیلی به من خوش گذشت در کنار ایشون، همسر نازنینشون و خانوادهشون خیلی به من لطف داشتن، خیلی لحظه ها و ساعت های خوبی رو با هم داشتیم که البته یه مقدارش هم شما عزیزان و دوستان در کنار ما بودین و شاهد کارهای ما بودین، از جمله خرید کردن، آشپزی کردن، که البته در کنار افی بانو خب خیلی کار من راحت تر بود چون ایشون به هر حال حرفه‌ای هستن و همه کار رو در واقع گردن گرفته بودم. من فقط همین یه چیزی که درست میکردم رو یه توضیحی میدادم و بیشتر کارا در واقع گردن ایشون بود. حالا که خودم اومدم اینجا میبینم خب خیلی کار سختیه با اینکه یه دفعه هم قبلا ضبط کردم، اما الان تنهایی به نظرم میذاره سخته. به هر حال امیدوارم که شما نازنینان مثل همیشه که لطفتون به ما میرسه این دفعه در واقع اگر کمی و کاستی هست در صحبت‌های من، در کارهای من، به هر حال به بزرگواری خودتون ببخشین و در کامنتاتون برای من بنویسین که دوست دارین این کانال، چون ازم پرسیده بودین که ادامه بدم و اینها، در واقع با شما مشورت میکنم، دوست دارین که ادامه داشته باشه، راجع به چی باشه، بیشتر گفتگو باشه، نشون دادن جاهای مختلف
در واقع جایی که من زندگی میکنم باشه. تمام چیزهایی که دوست دارین و برا من زحمت بکشین و کامنت بذارین، من بدونم که از چه نقطه نظری در واقع شروع کنم. میگم خودم هدفم این بودش که در واقع راجع به رخدادهای خوب زندگی همدیگه مطلع بشیم، همدیگه رو باخبر کنیم، با همدیگه راجع به این مسائل بیشتر صحبت بکنیم تا یه موج خوب در واقع مثبت در هستی به وجود بیاد و شامل حال ما و دوستانمون هم بشه. به هر حال سوالاتی که کرده بودین، پرسیده بودین که من هندی هستم و همسرم شاید هندیه. نه، من هندی نیستم، همسر نازنینم هم هندی نیست، هر دو ایرانی هستیم و یه دونه پسر دارم 27 ساله هست به نام ارشیا که زمانی که ما از کالیفرنیا اومدیم اینجا اون همچنان اونجا موند به خاطر موقعیت شغلیش و کاری رو که داشت که خیلی بهش علاقه منده. البته آب و هوای اونجا رو اون خیلی دوست داره، ترجیح میده که توی آب و هوای گرمتر و همیشه آفتابی تر باشه. بعد به هر حال من و همسرم فقط با یه در واقع سگ کوچیک هم داریم که با هم اومدیم به اینجا. خیلی راضی هستیم. اینجا 4 فصل، خوشحالم. بیشتر خنکه، خیلی بارونیه. اگه بارونی هم نباشه، آفتابی باشه، ولی همچنان خنک آب و هوا و خیلی در واقع طبیعت زیبایی داره، خودرو هستش، همه چی بیشتر حالت مدل جنگل و اینها رو داره، چه تو بزرگراه‌ها که میریم چه در کنار خونه ها. به هر حال یه فیلم کوتاه اول این صحبت هم براتون گرفتم، این در اطراف در واقع آپارتمان ما هستش که ببینید چه جوریه. بعد دیگه پرسیده سوالایی که پرسیده بودین و الان دقیقا یادم نیست. اگر سوال خاصی دارین خوشحال میشم که توی کامنت به اونها جواب بدم. راهنمایی دارین، دوست دارین که راجع به اون چیزها صحبت بشه، خوشحال میشم که اونها رو بخونم و باتون ارتباط برقرار بکنم. یکی از دلایل مهم دیگه‌ای که دوست داشتم این کانال رو داشته باشم این بود که خب من اینجا خیلی تنها هستم و در واقع وقتی رفتم و دیدم افی بانوی نازنین چقدر دوستای خوب داره، چقدر کامنت های دلچسب و خوب براش میذارن، در واقع بیشتر تشویق شدم. میگم قبل از اینکه ایران بیام در واقع کانال خودم رو باز کرده بودم ولی هیچ وقت از نزدیک ندیده بودم، حسش نکرده بودم که چه احساسی داره وقتی آدم از مثلا کامنت ها رو میخونه، با مردم ارتباط برقرار میکنه، باشون نزدیکتر میشه، در واقع حرفات رد و بدل میشه. اینو حس نکرده بودم از نزدیک تا زمانی که پیش افی بانوی نازنین رفتم و یه سری در واقع ولاگایی رو با هم ضبط کردیم. یه سری کامنت ها زمانی که من توی ولاگای ایشون بودم برای من میومد، خیلی خیلی دوست داشتم. در واقع هم سرگرمی بود، هم خوشحال کننده بود، امیدوار کننده بود. یه سری چیزایی که خودم نمیدونستم مثلا بهم گفته میشد. البته یه سریش هم انتقادایی بودش که بعضیاش خب درست بود ولی بعضیاش زیاد نه، مثل اینکه مثلا چجوری آدم غریبه رو تو خونت را دادی. به افی بانو میگفتن که در واقع من غریبه نبودم، من از قبل ایشون رو میشناختم، فیس تایم داشتیم، خانواده هامون هم دیگر رو میشناختن، بنابراین من غریبه نبودم و حتی ایشونم اگر اینجا بیان قدمشون سر چشم، من از خدامه که از ایشون پذیرایی بکنم تمام و کمال، که امیدوارم واقعا یه زمانی بشه که من بتونم از خجالت دوست نازنینم در بیام. به هر حال یه سری انتقادات اینجوری بود که برای من نوشته میشد توی کامنت ها، یا مثلا زمانی که آشپزی میکردم مثلا میگفتن که نه این اینجوری نیست اونجوریه و من میگم نداشتم اون موقع تلفن خودم رو که توضیح بدم، بگم که
این ما وقتی یه غذایی رو یه چیزی رو یه کاری رو انجام میدیم، اون در واقع نظر من هستش که دارم این کار رو انجام میدم. ممکنه خیلی متفاوت باشه، افراد دیگه جورای دیگه انجام بدن. این اشتباه نیست، این فقط تفاوته. ما باید بتونیم سعی کنیم بتونیم نقطه نظرهای همدیگر رو دوست داشته باشیم، بهشون احترام بذاریم، تفاوت‌ها رو تشخیص بدیم. اینکه میخواد فلانی بیاد و فقط حرف خودش رو بزنه نیست، نه، واقعا اینه که با همدیگه لحظات خوبی داشته باشیم، نه اینکه بخوایم عصبانی شیم یا بخوایم مثلا از همدیگه خیلی انتقاد کنیم، قضاوت کنیم. بهتره که همدیگه رو همونجوری که هستیم بپذیریم. اگه چیزی رو دوست نداریم، خب نظرمون رو بگیم آره این اینجوریه ولی مثلا من دوست ندارم، من مثلا اینجوری انجام میدم، تا اینکه نه این اصلا اینجوری نیست و اشتباهه. و اینقدر سعی نکنیم با قضاوت هامون، با تندیامون در واقع دل مردم رو بسوزونیم، کدر کنیم. میدونی شاید یه شخصی در یه زمانی که شاید خودش حالت خوب و مناسبی نداره مثلا داره اینا رو میخونه، خب وقتی که این چیزها رو هم میخونه شاید بیشتر مثلا روش تاثیر بذاره و ناراحتش کنه. نمیگم انتقاد نکنیم، اصلا منظورم این نیست، ولی میتونیم خیلی قشنگتر، خیلی در واقع بدون قضاوت حرفامون رو به همدیگه بزنیم. اصلا ما که نمیتونیم، مثلا من خودم با مادرم، با پدرم، با همسرم، با بچم اصلا متفاوتیم که با هم بودیم و یه جا زندگی کردیم. این نیست که هرچی من میگم درسته یا هرچی اونا میگن درسته، نه. این مهمه که ما توی روابط عمومی در واقع تفاوت‌ها مهم نی، احترام به اون تفاوت‌ها و نوع بیانش خیلی مهمه در واقع، نه اینکه هیچ انتقادی نشه فقط همینی که هست. نه، در واقع یه ذره با هم مهربون‌تر باشیم، یه ذره مهرامیزتر پیغاممون رو به هم دیگه بدیم. من وقتی ایران اومدم واقعا یه سری تفاوت‌هایی رو از قبل دیدم، یعنی تفاوت که چه عرض کنم، مثلا از زمین تا آسمون. مردم خیلی با قبل که مثلا 8-9 سال پیش من اومده بودم خب فرق کرده بودن، زیاد با محبت و مهرامیز و اینها نبودن. مثلا اگه بهشون لبخند میزدی اصلا با لبخند جوابتو نمیدادن، خیلی تند، خیلی با تندخویی جوابتو میدادن، اصلا سعی نمیکردن کمکی بکنن. البته این در تهران بیشتر دیده میشد تا شمال که من اومدم و 2 ماه اونجا بودم. مردمان اونجا خیلی به نظر من شادتر، خوش‌ذوق‌تر، مهربونتر بودن. به هر حال گذشت، این 2-3 ماه رو من طی کردم، خیلی چیزا رو تجربه کردم. حالا به مرور اگه دوست داشته باشین براتون تعریف میکنم. بیشتر چیزی که دستگیرم شد از زمانی که اومدم در ایران این بود که مردم اصلا حوصله همدیگر رو ندارن، اصلا سعی نمیکنن که گره از مشکلات همدیگه باز کنن، یا حتی اگر نمیتونن خیلی مثلا با محبت بگن مثلا نمیدونم یا ترجیح میدم که مثلا اینجا چیزی نگم. خیلی با پرخاش، خیلی مدافع، حالت دفاعی داشتن که صحبت میکردن. به هر حال یه سری چیزاش ناراحتم کرد، یه سری چیزاش خوشحالم کرد. حالا میگم اگه دوست داشته باشین و انشالله ادامه دار باشه در واقع این کانال، خوشحال میشم که براتون راجع به اونها هم صحبت بکنم. به هر حال ممنونم از اینکه منو توی حریم خودتون راه دادین، جا دادین و خوشحال میشم از اینکه راهنمایی بکنید که چجوری دوست دارین این لحظات رو با هم بگذرونیم. بیشتر دوست دارین خارج از خونه باشه، توی خونه باشه. حالا
توی کامنت ها بیشتر من دستم میاد که چجوری بهتره که به اصطلاح با هم این لحظات رو بگذرونیم. خیلی خیلی خوشحال شدم از اینکه دوباره باهاتون صحبت کردم. اون روزای قشنگ توی نوشهر برام تداعی شد. خاله افی جون ازت ممنونم که منو خیلی تشویق کردی که این کار رو انجام نمیدی. در واقع خیلی خیلی مشوق من افی بانوی نازنین بودن که در واقع هی به من خیلی اصرار کردن که برو و این کار رو انجام بده. دوستای خیلی خوب و نازنینی پیدا میکنی، از تنهایی در میای، خیلی چیزا یاد میگیری، خیلی چیزا رو با مردم به اشتراک میذاری. به هر حال ایشون منو خیلی تشویق کردن، ازشون سپاسگزارم، ممنونم. از پذیرایی خودشون و خانواده نازنینشون ممنونم. لحظات خوبی که حس خوب به من دادن ممنونم. ایشالله بتونم منم اون حسای خوب رو به شما انتقال بدم. و اینکه گفته بودن به من نگو خاله تو بزرگتری. اصلا مگه خاله به بزرگتری کوچیکتریه؟ شاید حالا مثلا شما رابطه مثلا خونی رو دارین در نظر میگین، ولی من به خاطر اینکه هیچ وقت خاله نداشتم به اکثر کسایی که باهاشون دوست میشم و آشنا میشم میگم خاله. یا به خاطر اینکه خودم مادرم رو از دست دادم که البته جایگاهش همیشه تو قلبم هست و جدا هست از کسان دیگه، اما اکثر خانم‌های مسن رو وقتی میبینم، اولا که من افراد مسن رو خیلی دوست دارم، کلا افراد مسن رو خیلی دوست دارم و به خانم‌های مسن، افراد مسن بسیار احترام میذارم و به اکثر خانم‌های مسن مامان میگم. به مادر دوستم مثلا مامانی میگم، مادر میگم. دوست دارم، خیلی خیلی خوشم میاد از اینکه اونها رو با این اسم، چون حس گرمای بهتری رو پیدا میکنم وقتی اینجوری صداشون میکنم. به هر حال امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته باشین. از راه دور همتون رو میبوسم. خوشحالم که دوباره باهاتون حرف میزنم و منتظر پیاماتون، کامنتاتون هستم. تا دفعه دیگه، خدا نگهدارتون. خدا.